سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال ساجیکس، خوش اومدید. دوستان، امروز اومده این پروژه یس کوین رو بهتون توضیح بدیم. پروژه تلگرامی که کاملا معتبره و البته اینم بهتون بگم که در حال حاضر ما 2 یس کوین رو داریم. الان یس کوین پیکسلی رو بهتون آموزش میدم به زودی. یس کوین عادی رو هم بهتون توضیح میدم. پس از طریق لینکی که داخل نظرات براتون گذاشتم وارد ربات میشید و استارت میزنید. بعد از استارت یه همچین صفحه واسمون میاد که روی گزینه پلی میزنیم و منتظر میمونیم که صفحه واسمون لود بشه. دوستان دقت کنید که اینترنت قوی میخواد این پروژه، درست مثل پروژه بلوم. باید سرعت اینترنتتون قوی باشه. خب دوستان، همونطور که میبینید این صفحه اصلی بازیه. برعکس ربات های طبیعی که ما میزدیم تپ میکردیم، این ربات به این صورت میکشیم روی صفحه و سکار رو جمع آوری میکنه و این قسمت میبینید یه صندوقچه ای هم بهمون میده که با زدن روی این صندوقچه سرعت بالاتری سکه بهمون میده. هر سکه بالاتره مبلغش هر 20 تاییه. در حالت عادی برای ما 10 تایی، یعنی 2 برابرش میکنم. از منوی بالا این قسمت سکه های ما نشون میده. قسمت سمت راست ما میتونیم جزء گروه ها بشیم. از قسمت پایین گزینه اول میتونیم لینک رفرال خودمون رو بگیریم و به دوستانم بفرستیم و یه مقدار پاداش بهمون میده. گزینه دوم دیلی ریوارد هست که ما میتونیم روزانه سر بزنیم. با کلم کردن روی این گزینه سکه دریافت کنیم. قسمت پایینتر قسمت تسکاش هست که ما با انجام دادن تسکاش یه مقدار مبلغ سکه دریافت کنیم. گزینه پایینتر هم به همین صورته. لینک رفالتون دوستان از گزینه فرنز هم میتونید بگیرید. گزینه آخر گزینه بوس هستش که میبینید این گزینه برای ما صندوقچه روی صفحه ظاهر میکنه. قسمت فود ریکاوری مخزن ما رو پر میکنه. قسمت اول مولتی برای ما سکه که ما میکنه مبلغش بیشتر میشه. گزینه‌های دوم و سوم هم برای ماین سکه است و گزینه آخر ربات این پروژه است. دوستان دقت کنید که رباتتون رو تا لول های 2-3 برسونید لااقل، چون دقیق این صورت سکه واسهتون ماین نمیکنه. زمانی که آفلاینی سکه واسهتون جمع آوری نمیکنه. خب دوستان، امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. هر سوالی که داشتید داخل نظرات بپرسید. با خیال راحت میتونید این پروژه رو انجام بدید. همونطوری هم که این قسمت بالا میبینید جایزه $10,000 گذاشته واسمون و هر از گاهی هم بدون اینکه یه گزینه چسب بزنیم اینجا واسه ما صندوقچه هایی هم میاد، یعنی خیلی راحت میشه سکه جمع آوری کرد. دوستان به خدای بزرگ میسپارمتون. امیدوارم که همیشه پیروز و موفق باشید. یا علی.